سلام دوستان عزیز، امروز هم با یه آموزش دیگه از پرو گیمر در خدمت شما هستم. دوستان لطفا سابسکرایب یادتون نره و اگه از ویدیو خوشتون اومد و به درد خودتون خورد لایک هم فراموش نشه. ممنون. خب تو این آموزش قراره که ساختن 4 تا از رازهای ماینکرافت رو به شما آموزش بده. یکیش ساختن ربات هستش، یکیش ساختن آدم برفی تکون میخوره و هر جا میره اونجا رو برفی میکنه زمینشو. دوتا هم یکیش درخواست چشم هستش که از آسمون چشم میاد و دیگری هم ساختن دریچه جهنم هستش. خب میریم سراغ آموزش. اول آموزش ساختن دریچه جهنم. برای ساختن دریچه به این سنگ نیاز داریم که روش نقطه های بنفش هستش. بعد دومین ابزار فندک همون کبریت هستش، برش میداریم. خب شما با این سنگ چارچوب درست میکنید، مربع مستطیلش فرق نمیکنه، چارچوب باشه. فنده ضربه میزنیم، ساخته شد. ما میریم توش. یه هم باید صبر کنیم تا دنیای جهنمی برام لود شه. این دریچه رو نباید گم کنید. اگه گم کنید و یه دریچه دیگه بسازید هیچ وقت به اون اکانتی که ازش اومدید بر نمیگردید و از یه ناکجا باز سر در میارید و اون اکانتی که توش خونه ساختید هیچ و پوچ میشه، به باد میره. خب برمیگردیم. دوستان بعد از اینکه برگشتید این دریچه رو نابود کنید تا موضوعات جهنم به این اکانتتون نیاد. ایناش یه دونه سنگاشو بردارید خودش نابود میشه. و دوستان دومین آموزش که ساخت ربات بود. برای ساختن ربات به دو تا ابزار نیاز دارین. یکیش همین سنگ سفید است که شروع خط داره، اینو برمیداریم. و دیگری هم کد و تنبل هستش. حالا فرق نمی کنه که روشن باشه یا چراغ داره. من خاموشو برم. خب یا اینجا 3 تا میذاریم، یه دونه از اینجا، یه دونه از اینجا. خب کد و تنبل رو روز میذاریم، ساخته شد. و حالا آدم برفی. برای آدم برفی کد و تنبل نیاز داریم. خب سنگ که برای آدم برفی نیاز داریم در واقع برف هستش. اینهاش بلوک اسنو همون برف. خب آدم برفی یکم فرق داره. خب 3 تا میذاریم، اینم از هر تا بره اونجا رو برف میکنه. خب و آخرین آموزش درخواست چشم هستش. تو این آموزش به این بلوک نیاز دارید
روشنش هر چقدر روی این بزنید نگاه کنید از آسمون چشم میاد. بازم میزنید نگاه کنید هر چقدر زیاد بزنید میگه خب این زیاد فایده نداره فقط برای تفریح هستش. خب دوستان آموزشمون به پایان رسید. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و چنل تلگرامیمون فری فایر هیروز رو هم جوین بدید و عضو شید.